رئال مادرید در مقابل پاریس سن ژرمن. بوم، یعنی بوم. از اون بازی خفناست، از اون بازی خفناست که حتما باید تا تهش ببینید. اولا که یه گل سری میخوره رئال. خب این رئال که این همه حمله خفن داره انجام میده گل میخوره اینجا، ولی توی این بازی رونالدو هست. رونالدو کسی نیست که بمونه همینطوری وایسه تیمش ببازه. همین اول کاری گل جبران میکنه. کسایی که همین الان میخواید بنویسید وای پنالدو، وای باز با پنالتی گل زد، تا آخر ویدیو بمون، بعد اون موقع بنویس اگر تونستی گلو ببین. همینجا دوباره میزنه. حالا میخواید بگید وای این که کاری نداره، فقط پاش خورد به توپ وسیرش عوض شد رفت توی دروازه. باش میخوام بهت بگم که سر این گلشم بازم میخوای بگی که پاش نمیدونم خورد به چی، خورد به اون، خورد به این، پنالدو فلان. میتونی سر این گلش دیگه چیزی بگی؟ بریزید تو کامنت ها. جانم